یالا سلام علیکم عشقای داداش، چطورید بچه ها من مستر هستم. خیلی خوش اومدید به ویدیوی امروز ستونا قراره بهتون آموزش بدم که چجوری شما 117 متری که اکتیویژن خودش به صورت کامل رسمی به شما گفته که چجوری دریافت کنید و برای شما آموزش رو آوردم. بچه هم دیدین جامپ همچی با کرد و اینکه ستونا میخوام امروز کلا یاد بدم بهتون، یعنی کامل از 0 تا 100 میخوام به شما یاد بدم که شما هم چجوری بخواین 117 متریک رو رایگان دریافت کنید. حالا من که رایگانم 117 متریک دارم، نیاز ندارم که بخوام اون رایگان دریافت کنم، اصلیش دارم. ولی اون 117 متریک که دارم بچه‌ها با این فرق میکنه. حالا من جلوتر همه چی براتون میذارم. اون 117 که قرار رایگان بیاد با این 117 قبلی فرق میکنه، خیلی خوشگل‌تر و پیتومین‌تر از 117 که با گردونه اومد، یعنی با شما براش سی پی میدادیم، پول میدادیم، حالا هرچی. خیلی بچه شرایطی نداشتن، خانواده‌شون رو نمیذاشتن، خودشون درآمدی نداشتن که بتونن خرید کنن، برای همین مجبور بودن که چیکار کنن، بگردن دنبال اکانت‌های رایگان تو پیج‌های مختلف فلان اینا، که به هر حال اکتیویژن دمش هم گرم که اومده این کارو کرده برای هممون که یه 117 متریک رایگان آورده و که شماها بتونید اون رو دریافت کنید و استفاده کنید. بچه این صدام که میاد صدا میمونمه. و اینکه آره دیگه ستونا، جلوتر آموزش رو کامل مو به مو براتون میذارم تا شما ببینید و عشق کنید و دریافت کنید 117 متریکو. بچه اینجا رفتم داخل، یعنی منو گرفتم آره دیگه به خوشگل ترین حالت ممکن. آره از بک اینجا دمجم دادن، یه تیرم کردم و از جلوت بزد منو، دمج دادم گم. هی خدا ستونا، آموزش گرفتن 117 متریکو میخوام الان بهتون بگم که ستونا آموزش زیاد خاصی نداره. خب به صورت رسمی خود اکتیویژن اعلام کرده که قرار 117 متریک رایگان به بازی بیاد و الان من اون متنشم براتون قرار میدم در تصویر. پس ستونا من تحقیق کردم، گفته شده که اکتیویژن به مناسبت 5 ساله شدنش قرار به شما یک گان میتیک بده. خب که نه یه نظرسنجی گذاشته بود یک ماه پیش، فکر کنم 1 ماه الا 2 ماه پیش داخل خود بازی، که گفت شما چه گردونی دوست دارین برگرده بگین. اون نظرسنجی باعث شده که خیلی زدن رو 117 متریک و اینکه اکتیویژن یه بار 117 متریک آورده و خیلی بازخورد داشته و برای همین هم نمیتونه دوباره همون بیاره. برای همین گفتش که مثلا اکتیویژن از طرف خودش هم چرفی زد که دید مثلا خیلی از پلیرها عاشق اینن که آقا 117 متریک داشته باشن، 117 متریک دریافت کنن. برای همین گفته که بیام رایگان رو بسازم و تقدیم همه ستونا بکنم. خب تقریبا همین چیزه. حالا من خودمونی دارم صحبت میکنم و خب اصلا اینجوری صحبت نکردن که. بعد عرضم به خدمت که ستونا فقط آموزش خاصی نداره. خب 117 متریک به بازی برمیگرده رایگان به صورت ایونت. اونم کی برمیگرده؟ دقیقاً هفته بعد جمعه. الان این ویدیویی که من میخوام براشون آپلود کنم امروز چهارشنبه است. امروز چهارشنبه، یه دقیقه الان من تاریخ دقیق امروزم به شما بگم که شما خودتون ببینید و بهتون کامل بگم که شما اشتباه نکنید. دشکن گوشیمونم روشنه، 1 ساعت هم طول میکشه تا بستش کنه. خدا خسته شدم دیگه دست فیلتر شکن و اینا. امروز بچه 19 اومد. خب 19 دیگه دقیقا این ویدیویی که من دارم براتون میذارم 19 دیگه 7 روز دیگه 9 روز دیگه میاد به بازی، یعنی 28 دی گردونه که نه ایونت 117 متریک به بازی برمیگرده. خب به صورت کامل رایگان یه ایونتوریه که میاد قسمت ایونت ها مثلا بهتون میگه آقا نمیدونم به بتل رویال 5 کیل بزنید، نمیدونم مثلا میگه با رایفل 10 تا کیل بزنید، نمیدونم مثلا میگه 50 تا کیل با 117 بزنید، مثال همین چیزاییه، زیاد چیز خاصی هم نیست که شما با انجام دادن این کارا میتونید 117 متریک رو به صورت کاملا رایگان دریافت کنید. و دم اکتیویژن هم میگم که بعد از این همه سال حداقل یه گردونه‌ای که همه عاشقشن و همه دوستش دارن رو داره برمیگردونه به بازی و واقعا باید تشکر کرد از اکتیویژن. و اینکه آره دیگه آموزش ایونتش هم موقعی که به گیم اومد داخل استوری های پیجم میذارم، لینک پیجم اگه ندارین داخل زیر همین دیسکریپشن براتون میذارم، زیر توضیحات براتون میذارم
که شما برید پیج بنده رو دنبال کنید و پیج بنده رو داشته باشین که هر موقع اومد من ایونتش رو استوری میزنم. بچه ببین چند تا 2 تا 3 تا شات زدم به طرف نیافتاد. اینجا بچه من اصلا عصبی شده بودم، کولپدم روشن نبود، آیپدم داشت لگ میشد. گفتم من برگردم با شما کار دارم. برگشتم اینقدر زدم اینا رو، طرف میگه تو چیتری و فلان و آجی، اصلا یه چیز خدا بود. الان برمیگردم خودتون متوجه میشه که چی جوری میزنم اینا رو گریه میندازم. اینجا ما رسیم زمین اسنپ کشیدیم، یه هد دومی شات هم نخورد، یعنی سومی شات هم خورد، یکم فریز شد، چهارمی زدم به طرف بیفت دیگه داداش، اینم زدم توش رد شد. بچه اینجا من چه کولپن روشن نبود لگ داشتم، اینجا نکن یه اسلی بوبس، اصلا خدا خودتون میتونید بزنید عقب‌تر نگاه کنید که ایمم رو هدش اصلا باز شد. من اینکه نمیدونم خیلی هم میگن آره هک و فلان و ایمم رو هد طرف باز شد. وقتی ایمم رو هد طرف دارم باز میکنم، خب وقتی تیم میزنم خب میخوره به هد طرف دیگه. و عرضم به خدمتتون که ستون اصلا یه چیز خدا، همین میتونم بهتون بگم که این دست بد اینا رو زدم، ولی آخرش آجی وان شات شدم. یعنی جوری من فشار خوردم فکر نمی‌کنم که فشار خورده باشه. بیا اگه من خب هک بودم اینا که اینجوری بعد میزدم بعد میخورد دیگه. نگاه طرف رو هوا قشنگ دارم میزنم بهش ریج نمیشه. نمیدونم چرا میگن من هکم. ببین قشنگ زدم به طرف نخورد. اینجا منتظر بودم آجی یک کیل رو هوا بزنم که یه شات خیلی خوشگل در بیارم با شما استوری کنم یا پستش کنم. نگاه قشنگ دارم به طرف میزنم ریج نمیشه. بعد میگم آره مستر محمد چیته. نگاه خب اینجا طرف وایساده، من خب اینجا نگاه اومد به پایین من هدشو زدم. خب طرف قشنگ اومد پایین من ایمم رو هدش باز کردم. نگاه الان اینجا با زیپلندش میاد بالا زدم نخورد. نگاه اینجا نگاه زدم تو قفا قشنگ تو قفسه. اینجا نگاه قشنگ زدم تو هدش. بچا اینجا نگاه قشنگ زدم تو هدش و دمش خورد، بدنش دمش خورد. خب بعد چی میگم مثل ما هکی. خب اینجا طرف رو درون بود من ایمو باز کردم 117 دیگه خب میزدمش. بعد اینجا طرف ما فوش میده آره مثل محمد داش تو هکی فلانی آبرو خودتو بردی. آره داش من هکم. آره من یه مدت بچه هک میزدم هک میفروختم، ولی خب در حال حاضر نه هک استفاده نمیکنم. برای فروشم زیاد دیگه اونجوری مثل قدیم نیستم، یعنی بخوام استوری بزنم فلان کنم که بفروشم. مشتری ثابت خودم دارم، خودشونم میام از هک میخرن تموم شده. یعنی خودم زیاد اصرار نمیکنم که بیان هک بخرین. چرا به اصرار کنم؟ طرف اگه دوستش میخره. اینجا بچه‌ها میگم من اگه تمام شاتام که زدم دقت کرد اسم زده باشین رو هد دارم میزنم، پس اینا چرا نمیخوره؟ اگه من هک باشم اینجایی که اینجوری شاتایی که دارم میزنم چرا نباید ریج بشه؟ چرا نباید بخوره بهشون؟ نگاه رو هوا من خوشگل دارم میزنم ولی ریج نمیشه. و اینکه خلاصه آره ستونم امیدوارم که شما خیلی تن سالمی داشته باشید در کنار خانواده‌تون. دید انجام زدن نخون و اینکه روز پیشرفت کنید و اینکه اگه دوست داشتین بچه‌ها این ویدیو رو یه لایک کنید، کانال ما سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارین که شما عشق منید، دوستون دارم همتون. و اینکه جمعه اگه بیاد که 100% خود اکتیویژن می‌کنه که بیاد براتون چیکار میکنم آموزششو براتون میذارم تو استوری پیجم که لینکش هم داخل دیسکریپشن هست و اینکه شما بتونید بیاین کاملا رایگان دریافت کنید. ستونا عشق منید. تا ویدیوی دیگه بدود عشق من.